مهمون داریم دسته گل. شرمنده اخلاقتم. من کجا دسته گلم؟ من فقط یه تکل قشنگم. اختیار دارین آقای دکتر شکست نفسی میکنین. اون که بله، اصلا دست خودم نیست این شکست نفسی لامصب. چاقو بزنی به من خونم رو زمین مینویسه شکست نفس بزرگ. به هر حال ایشون تو درس خوندن هرگز اهل تقلب این حرفا نبودن. آره هرچی هم بوده شایع است. ما چیکار گفت تقلب سوسول بازیه. آره. قشنگ شب امتحان با قمه میرفتم خونه معلم. الانم شده دکتر، منم که درس خوندم شدم موجودش. آره بیشتر از این لازم نکرده توضیح بدی، گندش در میاد. بله میرم سر چیزی که گندش در اومده آقای دکتر، بحث مذاکرات وین. آقای دکتر کاش اون بحث قمه رو میکردی. اینا دوباره بیشور بازی در میارن. هنوز هیچی نشده، فقط ضررش گیری نظام اومده. هنوز آش نخورده، دهن نظام با 7 جد آبادش سوخته. شما چه راه حل میدید؟ چرا راه حل نمیدید؟ اولندش همچی میگی انگار راه حلا همینجوری صف کشیدن منم میزنن بعد من نگه داشتمشون تو جیب خودم. دومندش من قول چراغ جادو هم که باشم که هستی؟ که بله هستیم، شرمنده اخلاقت، ولی من قول چراغ جادو هم که باشم اینا شعورش ندارن استفاده بکنم. مرحوم ببی همیشه میفهمودم بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمودم مشنگه چراغ جادو گیر آورد، دست کشید روش قوله اومد بیرون مرسیه کرد، گفت 3 تا آرزو بکن درجا برات برآورده میکنم. مشنگه گفت یه پژو 206 میخوام، قوله سویچ پژو رو در با دستش گفت بفرما برو واسه دومی. مشنگه دوباره گفت یه پژو 206 دیگه هم میخوام، قوله سویچ دومی رو در با دستش گفت برو واسه سومی. مشنگه بازم گفت پژو 206، قوله کف کرد گفت چرا هر 3 تا آرزوت پژو 206 بود؟ مشنگه گفت میخوام 3 تاشو بفروشم یه نیسان بخرم. آقای دکتر البته در قسمت اول صحبتتون احساس کردم شما بیشتر به اون یکی قوله میخورین که طرف ازش خونه خواست. قوله گفت مشنگ اگه من خونه داشتم که 1000 سال تو آفتابه زندگی نمیکردم. بدجوری با جون خودت بازی میکنی امروز ناکس. شانس آوردی که قبل از برنامه به من گفتی که این مشنگ ربیعی تو این جعبه بغلمون منتظره. حیفه که آدم کفگرگی رو بزنه به کس دیگه ای غیر از این مشنگ. آخه آقای دکتر این مذاکرات وین بدجوری بدنه و رؤوس نظام رو گیج کرده. آره. همشون مثل مگس پیف پا خورده دارن دور خودشون میچرخن و ویز ویز میکنن و بله. میگن مقام عظما که گفت مذاکره نداریم. آیا ورود مقام عظما به جای سکوتشون چاره‌ساز نیست که جلوی آبروریزی بزرگو بگیره؟ آخه اون بدبخت بیچاره که هی میگه مذاکره نداریم، این بدبخت هم که پاشدن رفتن تا وین گفتن نه مستقیم نه غیر مستقیم مذاکره نمی کنیم. حالا عظما بدی وسط دیگه چی بگه که خرابتر از این نشه؟ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفرمودن مشنگه با بچهش تو خونه نشسته بودن، گفت بذار هوشه این بچه رو امتحان کنم، اینقدر میگه خنگه، با دهنش گفت تق تق تق. بچه گفت بابا دارن در میزنن. مشنگه گفت بیشور من بودم. بچه گفت بابا شما که کلید داری در نمیزنی. مشنگه گفت راست میگی، شاید مادرت باشه، تو بیشی خودم میرم در رو باز میکنم. روشن شد یا بفرستم یه دری باز کنیم؟ روشن آقای دکتر توی قسمت برنامه متاسفانه مهمونی داریم با حروف اختصاری ار. خب اینو که لو دادیم. ار یعنی علی ربیعی دیگه، وردشه اینو آوردی ناکس. مشنگ قطعی بود تو اینو آوردی؟ آیه دکتر شما هم همچین میگی انگار آدمای درست و حسابی تو نظام ردیف واسادن، ما رفتیم یه عوضیه بنجل برداشتیم آوردیم. من خودم میدونم که این بیچاره از اختلال روانی رنج میبره. اتفاقا هیچ هم از اختلال روانی رنج نمیبره، خیلی هم لذت میبره. ما دور بریاش بدبختا داریم رنج میبریم. دکتر برگردم به مذاکره نداریم وین. خب بالاخره وقتی هر دو طرف بلند میشن میرن وین حتما چشماندازی تو کاره. اگرچه طرف آمریکایی گفته که میخوام کاری کنیم که تا ابد نظام نتونه کار اتمی بکنه، ولی بالاخره شاید مذاکره یا دستاوردی داشته باشه. دکتر اول بذار ببینیم این ربیعی مشنگ چی میگه بعد من حرف بزنم. بله بسیار هوشیارانه است دکتر. اون خرابکاریاشو بار بیاره شما راست ریس کنین. ربیعی بگو. امیدواریم در پایان مذاکراتی که در وین جریان داره به نمای روشنتری از جدیت و صداقت در اجرای تعهد برسیم. مگه نمیگی مذاکره نداریم؟ به عنوان سیاست قطعی ایران و آمریکا تا قبل از بازگشت آمریکا به برجام
هیچ مذاکره‌ای نخواهند داشت. اولش کنیم مشنگ و ناکس میگه مذاکره مستقیم و غیر مستقیم نمی کنیم، بعد معلوم نیست هیئت فرستادن وین واسه چی، یعنی مثلا برن جای اسدالله اسدی رو خالی کنن اونجا. آخه مشنگ واسه مذاکره نکردن هیئت فرستادین. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفرمودن که مشنگه ساندویچی داشت، مشتری اومد گفتش که یه ساندویچ کالباس بده، خیارشور نذار. مشنگی گفت خیارشورمون تموم شده، میخوای گوجه برات نذارم؟ روشن شد یا برفستم به دنبال خیارشور که یکیش به 100 تا این مشنگ میارزه. اینو ببخشین، قبل از فشارهای تحریمم پارسان برمی داشت یا جورایی قاطی کرده بود. آره خیلی هم الان هول شده که مثلا ممکنه یه چیزی گیرش بیاد این وسط، یه راهنمود سربسته میدم این که نمیفهمه بقیه بفهمم. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفرمودن که طرف رفت استخر آب و کدید شیرجه زد توش، کلش خورد زمین. نجات غریق اومد گفت چی کار میکنی؟ اینم گفت خب اومدیم استخر حال کنیم، نیومدیم که تو استخر پیاده روی بکنیم. نجات غریق گفتش که خب باشه، حالت که تموم شد استخر اونوره، اینجا رو گذاشتن از توش رد چی پاد ضد عفونی بشه. روشن شد یا فهمیدی یا نفهمیدی؟ میخوام بحث رو عوض کنم اما بازم بدبختیه. این داستان قرارداد چین همه عالم آدم میگن نظام مملکت فروخته، اما توی نظام همین سخنگوی دولت میگه که تو این قرارداد بردیم. تو اگه قرار بشه یکی سوتیای این دیوونه رو بذاری جلو من که جمعش بکنم، حالا مهمونتم. این یکی رو هم در مورد معامله چین میگم، ولی بعد دیگه دکش کن با تیپا بره دیگه بر نگرده. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض کردم بله میفرمودن یارو هم مغازه اومد بیرون قش داشت میخندید، گفتن چی شده؟ گفت هیچی، رفتم مغازه گذاشتمشون سر کار، کلاه سرشون گذاشتم که حالا دور خودشون بچرخن، پول دادم هیچی نخریدم. روشن شد یا برفستمت بری از این کلاه بزنی سر اینو. ولی همه فهمیدن که منظور شما از اون مشنگ توی فروشگاه خود مقام عظماست که سیاست کلان نظام رو تنظیم میکنه. دکتر میگی سیاست کلان، انگار تو نظام کسی سیاست کلان آقای دکتر ما شما رو آوردیم اینجا که مذاکرات ایران رو